روز 5 سپتامبر 15 میلیون دانش آموز ایرانی سال نو تحصیل را آغاز نمودند. محصلین و معلمان نقاب بر روی نموده قبل از ورود به مکتب طلبات ضد عفونی را اجرا می کنند. حرارت بدن دانش آموزان چنگ کرده می شود، پایافزالشان را با محلول خاص پاککاری می کنند، سپس دانش آموزان دستشان را شسته وارد صنفخانه می شوند. در صحبت با خبرنگار ریترز، بعض والدان گفتند که از آغاز سال خوانیش نگرانند زیرا میزان سرایت کرونا ویروس کاهش نیافته است. اما خانم خوبان تاکید می کند که برای خواننده صنف یکم تحصیل در مکتب بهتر است. نگرانی که داشتیم ولی خب سعی کردم تو خونه آموزش‌ها رو لازمو بهش بدم که میاد مدرسه، چون کلاس اوله به نظر من حضورش تو مدرسه مهم‌تره تا تو خونه. بالاخره کلاس اوله، بالاخره نوع نوشتنش اینا همه زیر نظر معلمه که از اول شکل میگیره. شاید تو خونه من نتونم مثل معلم در حقش اون آموزش لازمو داشته باشم. یعنی قلبا خودم دوست داشتم بیاد مدرسه زیر نظر معلم باشه. تلویزیون‌های دولتی ایران آغاز سال خوانیش را مستقیما نمایش دادند. پرزیدنت ایران حسن روحانی ابراز داشته است که معارف و تندرستی به حدی برابر برای جامعه مهم هستند. از این رو والدان مجبور نیستند که فرزندانشان را حتما به مکتب فرستند. روز شنبه وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در این کشور باز 110 نفر از بیماری کووید 19 به هلاکت رسیده، شمار عمومی فوتیدگان از این بیماری به 22154 کس برابر شد. طبق آمار رسمی آخر هفته گذشته در ایران شمار گرفتاران کووید 19 به 385,000 نفر نزدیک شده بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.